مصاحبه مردمی با سوالاتی مطرح می‌کنیم متوجه میشید که در چه خصوصی هست. آقا سلام علیکم. حالتون چطوره؟ زنده باشید. آقا اهل فوتبال هستین؟ بله. در خصوص تیم ملی فوتبال نظرت چیه الان وضعیت فوتبال کشورمون؟ فدراسیون فوتبال و این چنینی؟ والا فدراسیون ما که الان وضعیت خوبی نداره. میشه گفت تقریبا افتضاحه. ما باید هر چه سریعتر رئیس فدراسیون انتخاب بکنیم. یعنی اون مجمعی که باید انتخاب کنه اگر صلاح آقای علی‌آبادی هم کنار بکشن که وضعیت فوتبال سر سامون پیدا کنه. اصلا نباشید. مرسی. آقا اهل فوتبالی؟ نه به خدا. اهل کجایی؟ اهل تهرانه. فوتبال ما میدونی که مربی نداره. بله. چرا؟ واسه اینکه فدراسیون اون رئیس هست. چون اصل و پایه ورزش شما رو باید اصولی درست کنن. اینه که از همینطوری بخواد یه مربی خارجی از اون سر دنیا بیارن هیچ کاری هم نتونه بکنه، هیچ شناختی هم روی ورزشکار ما نداشته باشه، نتیجه نمیگیرن. شما میدونی که ما فدراسیون رئیس نداره؟ نه. فدراسیون فوتبال ما رئیس نداره. این دیگه خیلی ممنون، خبر خوشیه که شما دارید میدید. ببخشید ما خبر خوشو دادیم. انتظار هست دوستانی که در رأس هستن عملیاتی کار کنن و به این مسئله مهم که به هر حال مسئله حیثیتی نظام میتونه باشه طرح و برنامه‌ای بریزن، چون هر کاری رو به فردا انداختن میتونه به هر حال بهای سنگینی رو در بر داشته باشه. فوتبال ما هنوز به اون کلاس خودش نرسید. یعنی هنوز ما نمیتونیم تو خودمون، یعنی تو خود ایران مربی درست حسابی برای تیم ملی نمیتونیم پیدا کنیم. اول باید به فکر یه کلاس مربیگری درست حسابی تو ایران باشیم، بعد بچسبیم به مربی. الان فکر کنم الان ترکیه گزینه خیلی خوبیه. بعضی میگن مربی داخلی باشه بهتره. نه، نظر من این نیست، چون ما از فوتبال دنیا خیلی عقبیم. اصل قضیه مدیریت فوتبال ماست. وقتی مدیریت درست بشه، رأس هرم افرادی باشن که لیاقت این کارو داشته باشن، باید حتی مربی خوبی هم داشته باشی. ولی متأسفانه هیچ کدوم نداریم. الان در واقع هم مردم هم جامعه ورزشی ایران در انتظار یک پاسخ صریح هستن در مورد اینکه وضعیت ریاست فدراسیون فوتبال به کجا میرسه. به نظر ما مهمترین مطلبی که وجود داره اینه که فدراسیون فوتبال تکلیفش معلوم بشه و اینکه کی رئیس فدراسیون باشه از نظر ما اصلا اهمیت نداره. علیرغم شیطنتایی که میشه ما علاقمندیم که سریعا موضوع فدراسیون فوتبال ما حل بشه و مردمی که علاقمند به این رشته زیبای ورزشی هستن خیالشون راحت باشه که تیم ملیشون در مسابقات مقدماتی و بعد از اون شرکت خواهد کرد و انشاءالله نتایج خوبی به دست خواهد آورد و یکی از حاضرین توانای در مسابقات جام جهانی آتی فوتبال خواهد بود. خب این که فدراسیون فوتبال هر چقدر زودتر نیاز داره که یک مدیر مشخص پیدا بکنه و هیئت رئیسش در واقع تعیین بشه و کار شروع کنه، در شکی نیست و واقعا هر چقدر ما دیرتر بشه به ضررمونه و به ضرر فوتبال کشوره و انشالله که این کار زودتر انجام بشه. اما در رابطه با خب این زمانهایی که برای اسنویسی انجام شد، خب این مقداری به نظر من یه عواملی مقصر بودن در این قضیه، چون بالاخره زمانی که اسنویسی انجام شد و قرار شد که کاندا بنسن، حالا که ما خب نوشتیم درست از زمانی که نزدیک به رأی گیری میشه میگن که یک فردشون نمیتونه انجام در واقع بیاد به این رأیگیری انتخابات شرکت بکنه. اما شاهرخ شهنازی رئیس فدراسیون پینگ پونگ و نامزد ریاست فدراسیون فوتبال ابراز امیدواری کرد مشکلات انتخابات تا چند روز آینده حل می شود. شهنازی گفت 2 هفته دیگر فرصت داریم و امیدواریم مشکلات حل شود. همه چیز بر اساس اساسنامه پیگیری می شود، ولی در مورد مشکلات به وجود آمده باید پرسید علت چیست؟ بعد فکر این فوتبال رو کنه که این همه هوادار داره، این همه ملت دوستدار این فوتبال من گفتم یه 2 تا تیم باشگاهی یه استادیوم 100,000 نفری پر میکنه، چه برسه تیم ملی. مربی خارجی بود دردمون میخواد داخلی؟ در حال حاضر اگه مربی درجه 1 خارجی باشه آره، وگرنه چون مربیایی که اینو میارن فکر کنم داخلی باشه بهتره. هنوز در واقع یه طرح کلی و مدون شده برای اینکه چشم انداز حالا 10 سال یا 15 سال ورزش ما چه خواهد شد رو ما نداریم و در واقع در حالی از ابهام داریم به سر میبریم و به نوعی شاید برنامه‌های مقطعی در واقع این فضا رو به وجود آوردن. امیدوار هستم ما تو عرصه‌های دیگه این توان خودمون رو نشون دادیم که میتوانیم، ما واقعا میتوانیم تو بخش فوتبال هم فعالتر از گذشته ظاهر بشیم و این نیاز در واقع هماهنگی و وحدت نظر
و کلمه همه مسئولان نظام رو میطلبه. دیگه وقتی متولی نداره فدراسیون، رئیس فدراسیون نداریم، مسئولینش هیچ کدوم اصلا کار خودشون نمیدونن، یعنی سر جای خودشون نیستن. متاسفانه تصمیمی که میگیرن جز این که فکر مردم رو این ور اون ور کنن، این مربی اون مربی، اسم مربی بزرگ رو میارن که اصلا نمیتونن نزدیکش بشن، یا بودجهشون ندارن، یا اونا اصلا به خاطر امکاناتی ضعیفی که ما داریم نمیان. خب اینو فکر می‌کنم مردم رو دارن این مقدار ذهنشون رو خراب میکنن، مردم به فوتبال دارن بدبین میشن. الان یک بحثی هست راجع به این که بحثایی است که شما قصد کناره‌گیری دارید از نامزدی و یا اینکه شما نامزد مشترکی قرار شده که معرفی بشه. کدوم یکی از اینا واقعا صراحت داره؟ حتی مطبوعات اخیراً راجع به کناره‌گیری شما صحبت می‌کردند. عرض کردم اصلا بودن یا نبودن من مهم نیست، هرچند که بر اساس اساسنامه‌ای که به تصویب فیفا رسیده و خود اونا هم تصویب کردن و ما هم تصویب کردیم، مجمع ما هم تصویب کرده، کاندید شدن هیچ فردی در ایران هیچ ممنوعیتی ندارد. فکر میکنیم این موضوعی که ایجاد شده بیشتر ساخته و پرداخته کسانی است که علاقمند نیستن فوتبال کشور، نه فوتبال کشور هیچ مطلبی در داخل کشور در واقع شکل و سامان درست خودش رو پیدا کنه. والا بر اساس مکاتباتی که حالا ما اینا رو چاپ خواهیم کرد و در اختیار عموم قرار خواهیم داد، خواهید دید که تمام مراحل قانونی طی شده. فدراسیون فوتبال ما دارای اساسنامه است، اساسنامه بر اساس نامه صریح فیفا به تایید فیفا رسیده و همچنین به تایید مجمع ما در ایران رسیده و در این اساسنامه هیچ نوع ممنوعیتی نبوده. این مسائلی است که بعداً ایجاد کردن، اما انشالله با درایتی که حتما همکاران ما خواهند داشت و سازمان در واقع در نظر خواهد داشت، اجازه نخواهیم داد که مشکلی برای فوتبال کشور شده. من در رابطه با خودم زمانی که جناب علی‌آبادی کاندید بودن گفتم قطعا اگر که اون زمان پای رأی گیری برسه، من فکر کنم که اگر که من ببینم فردی که کاندید هستش از من میتونه بهتر کار کنه و برای فوتبال مفیدتر باشه، من قطعا به نفع اون فرد میام کنار، یا اصلا میرم کنار که خود دیگران به اون فرد رأی بدن. ولی اگر ببینم خب نه، افرادی که اونجا هستن همه یکسان هستن یا من بتونم بیشتر و بهتر خدمت بکنم، خب قطعا برای این کار کاندید میشم. شهنازی در پاسخ به این سوال که اگر رئیس فدراسیون فوتبال شود از مربی خارجی استفاده میکند یا خیر، اظهار داشت ممکن است فرصت کافی در اختیار ما نباشد، اما من اصالت مربی را به ملیت نمیدهم، بلکه معیار من سنجش کارایی مربی است. وی تاکید کرد که قصد کناره‌گیری از نامزد ریاست فدراسیون فوتبال ندارد و در انتخابات شرکت خواهد کرد. خب بینندگان عزیز، ما هم امیدوار هستیم که هر چه زودتر تکلیف مربی تیم ملی و همچنین فدراسیون فوتبال کشورمون مشخص بشه تا ما بتونیم این ورزش رو یک سر و سامونی بهش بدیم.